نویسنده ایرانی. 3 تا نویسنده ایرانی از کجا پیدا کنم؟ نویسنده ایرانی بیکارن، ما با اونا زیاد نمی‌کنیم. نویسنده بیکارم میشینن می‌نویسن. الان میشه خودت 3 تا نویسنده ایرانی بگی الان؟ خدا گفتم اونا بیکارن می‌نویسن، ما با اونا خیلی کار نداریم. من حالا باز اگر بخوام صحبت بکنم همواره زندگی خودم رو با یک فوتبالیست مقایسه میکنم. چند روز پیش نوشته شده بود یکی از فوتبالیست‌های مشهور پنت هاوسی داره حدود 1750 متر، حداقل متر 25 میلیون. برای من معلم فلسفه هنوز دریغ از اینکه 2 متر جا در این کشور داشته باشن. احساس میکنم این کشور بدون فوتبال کشور نخواهد بود. این کشور بدون برخی از چهره‌ها کشور نخواهد شد. این کشور بدون علی دایی کشور نخواهد بود. این کشور بدون علی پروین کشور نخواهد بود. اما این کشور بدون عبدالکریم میتونه کشور باشه. این کشور بدون اهل فلسفه‌اش میدونه کشور باشه. من احساس میکنم، احساس طفیلی بودن میکنم در این ساختار. من زیادیم. چرا؟ چون این جامعه نیازی به تفکر نداره ولی براش فوتبال مهمه.